سلام، خیلی خوش اومدین به قسمت چهارم. خیلی ممنونم که تا اینجا پیش اومدین. امیدوارم که پایتون رو بدون مشکل نصب کرده باشین. اگر نصب نکردین هیچ مشکلی نیست، همونطوری که میدونین. اگرم نمیدونین بدانید و آگاه باشید که ما یه گروه داریم واسه رفع سوالات شما که میتونید خیلی راحت از این گروه استفاده کنید و سوالاتتون رو بپرسید. اگر دوست داشتین میتونید پیام بدین تو شخصی که لینک گروه براتون بفرستم اگه احیانا ندارین. اگرم دارین که میتونید سوالاتتون اونجا بپرسین، هیچ مشکلی هم نیست. خوب شد که یه یادآوری هم کردیم. خب امیدوارم که رو نصب پایتون مشکلی نداشته باشین و به سادگی هرچه تمام‌تر این برنامه جذاب و نصب کرده باشین رو سیستمتون. قرار بریم با هم دیگه آشنا بشیم باهاش و ازش استفاده کنیم، به مقدار باهاش آشنا بشیم. خب بعد از اینکه نصب کردین، اگر ویندوز بودین کلید استارت رو بزنین، سرچ کنین IDLE. اگر هم مثل من سیستم عاملتون مک بود که وارد لانچ پد میشین، اینجا IDLE، همین IDLE رو اگر سرچ کنین تو استارت ویندوزتون براتون میاره و میتونین روش بزنین، براتون باز میکنه. منتظر میشیم تا باز کنه واسم. بله میگه اجازه میدی بهش، میگم بله اجازه میدم. خب باز کرد. با همچین صفحه مواجه میشیم. ممکنه فونت شما با فونت من فرق کنه، هیچ اشکالی نداره. میتونید فونتشو خیلی ساده تغییر بدید. فقط کافیه که برین توی تنظیماتش، توی پریفرنسز رو پیدا کنین از تب های بالا، یا توی تب آپشنه یا هم توی تب خود تب اصلیه که اولین تبیه که میبینید. و اینجا میتونید فونتایی که میخواین رو از بین فونتایی که رو سیستمتون نصبه انتخاب کنید و حتی سایزش رو میتونید زیادتر یا کمتر کنید یا پررنگش کنید یا پررنگ نکنید. با همین سادگی اپلای اوکی. خب فونت من که فونتم خوبه، از قبل تنظیم کرده بودم، اینجا فونتم خوبه. این صفحه‌ای که میبینی معروفه به صفحه اینتراکتیو، صفحه‌ای که ما توش هر چیزی که بنویسیم به ما یه خروجی میده. حتی میتونیم به عنوان یه ماشین حساب ازش استفاده کنیم. صفحه تعاملی، صفحه اینتراکتیو، یعنی من هر چی بهش بگم سریع به من یه جواب میده. میگم مثلا 5 به علاوه 5 بهم میگه 10. میگم 5 ضرب در 5 میگه 25. میدونید که ما توی برنامه نویسی 4 عمل اصلی، ضرب و جمع و تفریق و تقسیم رو داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم که الان مثلا من اینجا ازش استفاده کردم. پس این صفحه یه صفحه تعاملی هستش که ما میتونیم اینجا دستوراتمون رو بنویسیم و ازش استفاده کنیم. اولین دستور رو با هم یاد بگیریم. اینجا اولین دستوری که میخوایم همینجا یاد بگیریم و این محیط هم باش تست کنیم دستور پرینت که من مینویسم پرینت کن پرانتز باز و بسته. دستور پرینت کارش چیه؟ کارش چاپ کردنه. خیلی ساده. پرینت کن، چاپ کن واسمون چی و بهش میگم مثلا عدد 10 و واسمون چاپ کن، چاپ میکنه. همین کارش به همین سادگیه. ساده ولی پرکاربرد که از خیلی استفاده میکنیم. بهش میگیم پرینت کن واسمون پرینت میکنه. اگه بخوام بهش بگم یه متنی رو پرینت کن، بهش میگم پرینت کن. به خاطر اینکه یه متن رو بهش بگم باید از این علامت رو استفاده کنی. بهش میگیم دابل کوتیشن. کلید بغل اینترتونه که با شیفت اگر بگیرین میشه دابل کوتیشن، اگر بدون شیفت بزنینش میشه تک کوتیشن. یه دونه است که فرق نمیکنه. اگر یه دونه باشه بهش میگن تک کوتیشن یا سینگل کوتیشن. اگر با شیفت اون کلید رو بزنین یعنی میشه حرف G کیبوردتون. اگر با شیفت بزنین میشه دابل کوتیشن. اسمش هم که کوتیشنه. دابل کوتیشن، تک کوتیشن. خب اینجا هر چیزی که بخوایم مینویسیم باید حواستون باشه. اگر خواستین اینجا متن بنویسین، کلمه بنویسین، جمله بنویسین، هر چیزی بنویسین باید از این دابل کوتیشن یا تک کوتیشن استفاده کنین. اگر بدون اینا استفاده کنین به همون یه ارور خوشگل میده، مثل این اروری که اینجا هستش که حالا کاری به ارور نداریم. بعداً دلیل این ارور رو مفصل‌تر با هم دیگه بررسی خواهم کرد. پس این صفحه میشه چی؟ میشه صفحه تعاملی که من هر دستور پایتونی بنویسم اینجا واسم انجام میده و بلافاصله خودش کد منو اجرا میکنه، بهم خروجی رو میده. همینجا صفحه تعاملی من کد بهش میدم، پیاده میکنه، بهم خروجی میده. ما هیچ موقع اینجا کد نمینویسیم. اینجا فقط صرفا نقطه شروع ما هستش که میایم توش یه سری دستورات مینویسیم که بتونیم تست کنیم. یه خطی میخوایم یه کدی بنویسیم تست کنیم ببینیم خوب هست خوب نیست، به درد میخوره به درد نمیخوره، بعد بنویسیم ثبت آشغال یا میتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا فوق العاده است. مینویسیم سریع خروجی میگیریم. اما اون صفحه‌ای که همیشه ازش استفاده میکنیم
از بالا فایل رو میزنیم، گزینه نیو فایل، برامون این صفحه سفید رو باز میکنه که توش هیچ نیست، حتی اسم و عنوان هم نداره و سیو نشده است. حالا من اینجا دستور پرینت و همون پرینت سلام و واسش می نویسم که میگم سلام و واسم چاپ کن، بهش میگم سلام واسم چاپ کن، اما ببینید اینتر میزنم اجرا نمیشه، چون اینجا دیگه اون صفحه تعاملی نیست. اینجا باید همه دستوراتمون رو بنویسیم و برای اینکه اجرا بشه سیوش کنیم اول، که برای سیو کردن دوباره میتونیم از توی این فایل گزینه سیو رو بزنیم، یا اگر حتی نزنیم روی بخش ران که بریم روی گزینه ران ماژول یا کلید F5 کیبورد رو که بزنیم خودش میگه این حتما باید سیو کنیم. میگم باشه سیوش کن. میگه کجا سیو کنم؟ میگم همین جایی که هسته خوبه، مثلا مینویسم 4 به معنای جلسه 4مون سیوش میکنم. خب الان واسم اجرا کرد. دیدیم پس چی شد؟ پس ما 2 تا صفحه داریم. یه صفحه‌ای که صفحه تعاملی و اینتراکتیو، همین صفحه‌ای هستش که الان جلو روی شما عزیزان هستش و اینجا هر دستوری که بنویسیم واسمون انجام میده همون لحظه، چون صفحه تعاملیه و گفتیم به درد این میخوره که میخوایم یه دستوری رو تست کنیم یا میخوایم یه کد کوتاهی رو اجرا کنیم، میایم سریع اینجا مینویسیم اجرا میکنیم بهمون جواب میده. ولی اگر خواستیم چندین دستور بنویسیم یا اصطلاحاً برنامه‌نویسی کنیم، میایم توی یه صفحه جدید باز میکنیم، از قسمت فایل نیو فایل رو میزنیم و این صفحه جدید باز میشه، کدامون رو مینویسیم و میتونیم اجرا کنیم. این میشه تفاوت این 2 صفحه که ما با همین صفحه‌ای که الان میبینیم قرار کار کنیم، اما نه تو این جلسه، تو قسمت بعدی. پس تا قسمت بعدی همتون رو به خدا میسپارم.